مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سابقه یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امیر فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. همونجوری که در تیتر این ویدیو هم دیدید، یک خبر عجیب و جنجالی چند ساعتی هستش که در رسانه ها منتشر شده. خبرم این هستش که این چهره قاضی ابوالقاسم صلواتی گویا ترور یا کشته شده، که امروز میخوام تحلیل و بررسی بکنیم و افشا بکنیم پشت پرده های انتشار این خبر رو و با چیدن این سری پازل ها کنار هم دیگه ببینیم که آیا این خبر راست هست یا دروغه. 7-8 ساعت پیش هم البته این خبر به دست من رسیده بود و ما داشتیم تحلیل و بررسی میکردیم که آیا این چهره ترور شده یا نه. قاضی صلواتی که یکی از قاضی های بلندپایه دادگاه ایران هستش و منفوریت عجیب و غریبی خصوصا در بین ایرانی های خارج از کشور داره، علل خصوص افرادی که فعالیت های سیاسی میکنن. قاضی صلواتی که به قاضی اعدام یا قاضی مرگ بهش لقب دادن، کسی که حکم اعدام بسیاری از افراد سیاسی و افراد غیر سیاسی و افرادی که حالا بیگناه رفتن توی زندان و براشون اتهامات ساختگی رو ایجاد کردن رو قاضی صلواتی حکمشون رو اصطلاحاً صادر کرده. یه چند تا چت خصوصی هم برای شما افشا خواهیم کرد که لو رفته از ایشون با یک خانم که حالا جلوتر این چت ها رو هم به شما نشون میدیم. اول بررسی بکنیم که آیا قاضی صلواتی ترور شده یا نشده. 7-8 ساعت پیش یک خبر در رسانه ها منتشر شد، جست و گریخته چند تا از پیج ها و چند تا از توییتری ها اومدن توییت کردن که یک قاضی بلندپایه در منطقه نیاوران تهران به ضرب 4-5 تا گلوله جلوی در خونش کشته شده و بعد از اون گمان زنی ها این بود که این قاضی که اصطلاحاً گلوله خورده قاضی صلواتی هستش. از طرفی یه عده اومدن گفتن که آقا قاضی صلواتی اصلا توی نیاوران زندگی نمیکنه، توی ظفر زندگی میکنه و حالا اون کسایی که آشنایی دارن با سیستم امنیتی کشور میدونن که امثال قاضی صلواتی عموماً محافظ دارن. خودش 2 تا اسلحه داره و تا قبل از اتفاقات 100 روز گذشته من تا جایی که میدونم 6-7 تا محافظ داشته و الان محافظاش رو 2 برابر کردن. یعنی الان با شرایط فعلی محافظای قاضی صلواتی 12-13 نفر هستن، به صورت حالا 24 ساعته ازش محافظت میکنن. چرا که چند ماه پیش، یعنی در اوایل اتفاقات کشته شدن مهسا امینی، یه فراخوانی هم داده بودن توی فضای مجازی که آقا هر کی قاضی صلواتی رو اصطلاحاً هدایت کنه اونور دنیا بهش پول میدیم. و البته خب چند سالی هم هستش که واسه قاضی صلواتی جایزه گذاشتن و وقتی که این خبر هم اومد بیرون حتی در حد یک شایعه، یه عده خوشحال شدن و یک عده گفتن آقا ما شیرینی پخش میکنیم. یعنی شما ببینید درصد محبوبیت این طرف چقدره که یعنی از کشته شدنش عده حاضرن شیرینی پخش کنن. از اون طرف یه سری رفتارها وقتی که اومد بیرون، مثلا تکذیب خبرگزاری تصنیم یه مقداری موضوع رو مشکوک کرد. من تصویر یکم زوم بکنم که خبرگزاری تصنیم اومد گفتش که تکذیب ترور قاضی صلواتی، گفته که مدیر عامل خبرگزاری قوه قضاییه گفته که قاضی صلواتی در صحت سلامت است و خود او هم بعد از تماسی که داشتم متوجه خبر ترور شده. ساعتی پیش خبری در فضای مجازی توییتر منتشر شده بود که قاضی صلواتی در نیاوران با ضرب 4 گلوله ترور شده و به حال این خبر حالا اون جوری که مقام‌های جمهوری اسلامی میگن تکذیب شده. اما امروز گفتن که یه دونه جسد رو که مربوط به یک قاضی بوده فرستادن پادگان لویزان و اصطلاحاً دارن اونجا ازش محافظت میکنن. شاید اون قاضی بلندپایه شاید قاضی مقیسه باشه، یه قاضی دیگه باشه، ولی خب با این تکذیبی که این سبک تکذیب میکنن میشه ماجرا رو مشکوک دونست که اصلا چرا نرفتن باشه یه دونه ویدیو کال بکنن یا مثلا بهش بگن که آقا یه ویدیو از خودت منتشر بکن و این قضیه رو تکذیب بکن. به حال این قضیه رو مشکوک میکنه. قاضی صلواتی که لقب خلخالی دوم هم بهش دادن، خلخالی که بعد از انقلاب به صورت
فله‌ای و کیلویی اومد خیلی ها را الکی اعدام کرد بدون هیچ سند و مدرکی. و جالبه بدونید که خیلی از کسانی که مثلا تو سیستم پادشاهی بودن تو زمان شاه سمت داشتن رو اعدام میکرد، بعد میرفت یه برگه مینوشت تو همون پای چوبه دار، در حالی که مثلا طرف مرده بوده انگشتش رو میزد توی استمپ رو میزد اون زیر که آره من حکم اعترافات طرف رو گرفتم و طرف این اعترافات رو کرده، و اینجوری اول اعدام میکرد و بعد اعترافات ساختگی رو انجام میداد و بعد از اون هم خلخالی به فجیح ترین حالت ممکن سرطان گرفت و چیزهای مختلف گرفت و کشته شد. حالا هم فوت کرد، مرد، بعد بگیم حالا کشته شد، مرد خلخالی. حالا این لقب رو هم به قاضی صلواتی دادن که ایشون متولد 25 تیر ماه سال 1346، 55 سالشه. از اسلام آباد غرب استان کرمانشاه شروع کرد، بعد اومد کرمانشاه اونجا قاضی بود، بعد رفت همدان و بعدش رفت تهران. اونجا هم حالا چون حکمای کیلویی صادر میکرد، یعنی اون بالای میگفتش که ما از این خوشمون نیومده حذفش کن، این هم میومد یه دونه حکم صادر میکرد و طرفو حذف میکردن. بعد از اون با این حکمایی که صادر کرد شد رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب و بسیاری از افراد سیاسی و افرادی که حالا به قول خودشون دارن علیه سیستم مبارزه میکنن رو براشون حکمای سوری صادر کرد. بعد از اون 23 فروردین ماه سال 1390 که میشه 13 آوریل سال 2011 به خاطر این حکمای کیلویی و جنایت علیه بشریت و حکمایی که برای بسیاری از افراد سیاسی به دروغ صادر کرده بود تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت. نمیتونه به کشورهای اروپایی سفر بکنه. سال 88 یعنی 2-3 سال قبل از اینکه این حکم صادر بشه 100 تا از کسانی که تو سال 88 اومده بودن تو خیابون ها و اعتراض کرده بودن رو براشون حکمای ساختگی و سوری اصطلاحاً صادر کرده بود و افتادن زندان. 8 سال بعدش یعنی سال 1398 تحت تحریم آمریکا قرار گرفت و نمیتونه امریکا هم البته اونا براشون ایران بهترین جاشه، شما فکر کنید بلندش هم میان اروپا و امریکا. ولی خب این قاضی صلواتی حکم اعدام و حکم بازداشت یا حکم زندانی های طولانی مدت افراد معروف و مشهور زیادی رو صادر کرد. مثلا میتونم به روح الله زم اشاره بکنم که حکم اعدامش رو صادر کرد، بابک زنجانی، نمیدونم حمیدرضا باقری درمنی که یکی از کسانی بود که به سلطان غیر ایران هم معروف بود، نرگس محمدی یکی از روزنامه‌نگارها، مازیار ابراهیمی که گفتودن ایشون بحث ترور دانشمندان هسته‌ای رو داشته، به دروغ اومدن براش حکم صادر کردن و بعد از اون هم ثابت شد که اینجوری نبوده و از کشور خارج شد. فائزه هاشمی یکی از افراد دیگه‌ای بوده که قاضی صلواتی حکمی رو برای اون صادر کرده و یکی از افراد معروف فضای مجازی که اصطلاحاً بهش میگن شاخ مجازی میلاد حاتمی بود که قاضی صلواتی اصطلاحاً وکیل اون بود و این قاضی حالا هم خبر رسیده که در جلوی خونهش ترور شده. ولی این نوع اخبار به نظر من حالا بعد وایسیم که زمان بگذره. تصنیم وقتی تکذیب میکنه موضوع مشکوک میشه، یعنی اگه تصنیم تکذیب نمیکرد من میگفتم که این خبر احتمال اینکه دروغه خیلی بالا، چون عموما تصنیم وقتی میخواد یه چیزی رو ماسمالی بکنه میاد همچین حرکتایی میزنه. چند سال پیشم قاضی صلواتی میاد چت میکنه با یک دختر خانوم و گفته که من عکس میفرستم واسه شرط میذارم. بعد نوشته قاضی صلواتی نوشته که عکس نانازتو بده، بعد اصلا نخواستم حالا کسی دیگه بود زود واسهش میفرستم. بعد عکس سلفی قاضی صلواتی رو گذاشتن، چتایی که لو رفته این مال قاضی صلواتیه که لو رفته و این هم یه چت دیگه بوده نوشته اینو داشته باش تا آخر شب برات خوبه ترش رو بفرستم و حالا تو هم بفرست ببینم چطور خمارمی. نوشته خمارتم میخوامت، احتمالاً اولین چت این بوده و البته خب این یه چند تا چت دیگه هستش که قاضی صلواتی نوشته که خمارتم، اینم تصویر خمار قاضی صلواتی. ولی خب دیگه کسی که حالا این حکمای اعدام رو صادر کرده ماشاءالله چقدر محبوب بین مردم. در صورت اگر خبر جدیدتری هم به دست ما رسید و اطلاعات بیشتری به دست ما رسید بهتون خواهم گفت. در صورت مرسی که تا این لحظه ما بودید، ممنون از شما.